الحسنى يا خالقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوالله با الله تعالى حمد میدیم، با اون الله تعالی که ما را آفرید، با اون الله تعالی که برای ما رزق روزی داد، با اون الله تعالی که برای ما تمام نعمت ها را عطا کرده. بعد از آن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و درود می‌فرستانیم. ما از درس اسم‌های زیبای الله تعالی، یعنی نام‌های زیبای الله تعالی، امروز درس چهارم است. درباره الله تعالی صحبت کردیم، یعنی نام زیبای الله چه معنا دارد. امروز فی الله شک کن، یعنی آیا در الله تعالی هم شک است؟ نه، شک نیست در الله تعالی. این همه پیامبران حمید دعوت کرده، چند تا رسول گذشتگی باشه، نبی گذشتگی باشه، فی الله شک کن گفته و قومشون دعوت کرده. در الله تعالی شک است. الله تعالی میگه قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. پیامبرانشان گفتن برای اون مردم آیا در الله تعالی شک است؟ آن الله تعالی که آفریدگار آسمان ها و زمین است، شما را گناهاتان مغفرت کردن و دعوت میکند به پیامبران. الله ببخشد، بیاین توبه کنین، الله تعالی شما را میبخشد، دعوت میکند. چقدر خیرخواه هستن. یعنی و یؤخرکم الی اجل مسمى، و اون الله تعالی که شما در عمر میکرد تا آخر عمرتان است. بعد هل الله يحتاج الى برهان؟ یعنی آیا الله تعالی آیگون دلیل محتاج می شود؟ یعنی وجود الله تعالی در ما دلیل باید بکنیم؟ نه. وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة لا يحتاج إلى دليل أصلا. يعني هستی الله تعالی در دلیل در کن نیست. لیکن بعضی علماها یک چند قاعده آوردگی برای اثبات وجود الله تعالی درباره هم صحبت میکنیم. این ایمان انسان قوی میکند. ما میدونیم که دلیل یک کس گفته که یک کس برای وجود الله تعالی چی دلیل گفته سبب، یک کس شنیده این همه هستی ها دلیل است برای الله تعالی. تو چطور میتونی گفته کده سرزنش کده؟ درست است. لیکن برای تقویت ایمان، برای ثابتی ایمان، یعنی دلیل ها آوردگی‌اند. یکمین دلیل برای وجود الله تعالی المخلوقات الكثيرة والكائنات المتعددة وسيرها في نظام دقيق عجيب لمن أعظم الأدلة على وجود الله وتدبيره لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة. يعني همین قدر مخلوقات بسیار، همه مخلوقات و همین قدر گوناگون در کائنات گوناگون چیز مخلوقات هست، هر خیل مخلوقات هست و همین قدر چیز در یک نظام دقیق یا در یک نظام بسیار نازک حرکت کردنشان این بزرگترین دلیل است بر وجود الله تعالی، بر هستی الله تعالی و دلیل است این الله تعالی سزاوار عبادت است، یعنی مستحق عبادت است. همین خودش بسنده است. مثلا محصول بینن زمین بینن، یعنی با نظام دقیق در حالت خیر میکنه. یکی از علماها پرسیده شدند که برای چی این عالم ما یکی باره انحصار کردن، یکی باره پیدا شد نمیگن.
امام جواب داد که در پیشش لوح بود، یعنی لوح درست که میگه. بعد گفت نگاه که همین دوست کرده، گفت پیشتر اگر ما بگم که از بیرون همو چیو خوکا کمال شید آمدد در آمدد از دریازه خوکا همین وای دوست کرده، یعنی لوح ده خودشو نیستن یکون کس نه نویس خودش همیشه دی نویسته جو چون که پیدا شد هم مطل شد همه خیلی چیز بگه یکون کس تو همین ده باور میکنی گفت گفته که نه، یعنی هر یک چیز همین قدر مخلوقات این دلیل است که بر هستی الله تعالی، بخاطر که عقل قبول نمیکنه. بعد عالم گفتی کیف لعاقل ان يصدق ان هذا الكون العظيم خلق بلا خالق. خیلی آدم عاقل تصدیق میکنه که همین قدر زمین و آسمان و مخلوقات ها یعنی خالق آفریده شده است، نه این استفاده نمی این باز خالق داره، یعنی اون الله هست. الله تعالی در قرآن میگوید که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا اوها به خالق آفریده شدند یا که آنها خودشون خالق هستند، یعنی آفریدگار هستند. جبیر ابن مطعم در جنگ بدر اسیر میافته، بعد مشرک بود هم، بعد مسلمان میشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین سوره تو را خواندن میگیره، همین آیت میرسه ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بعد این میشنوه کاد قلب ان یطیر منه، قریب قلب من یعنی ایجاز بپره بره و نیست شود، بخاطری که معنای دقیق شو فهمیده. یعنی در حقیقت عقل انسان در کم درک تفکر کنه انسان در بسنده است. یک روز یک یعنی زندیق گفته بیدینه میگن، یک زندیق شافعی در گفته که یعنی اتیست شافعی در گفته که ما دلیل علی وجود الله، بر وجود الله یعنی بر هستی الله تعالی چی دلیل است؟ امام شافعی رحمه الله گفته که برگ توت بود، برگ درختی توت بود. در که چخیل برگ درختی توت میخیل میشود دلیل میشود که بر هستی الله تعالی نگه کنید که زیرکی امام شافعی را که یعنی بسیار بهتره از آیات از حدیث یگان که دلیل نکرد، بخاطری که او خودش الله تعالی را قبول نمیکنه و همون موقع اون چیزی که تسلیم های همون را گفت او قبول میکنه، علاج نداره. این دلیل عقلی آورد گفته که درخت برگ درخت توت رنگش یک است، من سوز است، گوشم یک است، ایره شیر می پیله میخوره و پیله میبرورد، ایره زنبوری اصل میخوره اصل صوف میبرورد. هم برگ درخت پای توت ایره اوهو میخوره که انبر میبروید. ایره گفت دیگه حیوان ها میخوره این سرگین میبرورد. حیران شد یک چیزی گفت، یک تا چیزی سوز خورده سه هر خیل شده سه با او کافر در حیرت مونه. یک تا قصه عراقی، یک آدم 60 ساله قریب 70 ساله ملحد، یعنی از دین ملحد گفته، اتیست میگه به زبان امروزه اتیست، یعنی الله تعالی را قبول نمیکنه، نیست یعنی بسیار کتاب میخونه، یعنی عالم و عالم دنیوی الله را انکار میکنه، انقدر مجلس ها میگذاره ای الله نیست میگه. بعد یک روز میگه یک کتاب خواندم، میگه یک کتاب خواندم میگه درباره حیوان ها بود. حیوانی چی در رسیدن میگه کفشه کو مرا میگه هم سر میکنیم و چی دورو میکنیم پانورا درباره همون خواندم میگه. وای میگه خلاصه حیات چه خونده
و تولد تخماش میمونده به خودش میمرده میرفته. این کودکوش همین کیرمچه‌اش از خودشون کلان میشدین بو میبرامده چی کاری که پدر مادرش کردگی همون چی همون کارها رو انجام میداده. یا یک کارش مادر میاد که خون منفی میکرد بس دیگه کارو من سوال دادم میگه کی تعلیم داد ایوده و حالا اینکه پدر مادرش ندیده فرزندای ما را پدر مادر یک کار کردینه همون کارو کردن میگیره از چی بمونه از چی میمونه چیزی که لباس پوشی لباس میمونه مثلا تو همین تو رنگ و رنگ مثلا لباس سفید میپوشی میره لباس سفید نمیپوشه تو همین درجه را اون میگه من حیران شدم میگه این پدر مادر ندیده خودش کلان شده کی یاد داده ایده این کارا عقل نداره او گفتم میگه ایجاد یک قوت هست گفتم یه روز اوقات نخوردم میگه اما تو همین درجه را استرس دقیق دیدم میگه در بیرون کوچه در میرفتم میگه حتی جرام میگه سلام علیک میکرد میگه نمیشناختم میگه تو همین درجه را فکرش رفته بعد اخیر ده بعد همو پیش یک عراقی ده رفته الله تعالی هست ای گفته یعنی دین اسلام حق ای گفته مسلمان میشه در 60 سالگیش تو همین 60 ساله او اتیست یعنی فرضی دین اسلام بر دهریت آدم ها را دعوت کرده دیگه کنه الله هدایت میکنه یک پشه کسی هم آدم را هدایت میکنه یک اعرابی ده یک شپون اعرابی ده گفتن که پرسیده که تو پروردگار را تو چه شناخته ده بعد گفته که البعرة تدل على البعیر گفته همین سرگین شطور گفته از اون جده باشه دلالت میکنه که همین جده شطور هسته گفته سرگین شطور ده و وجود شطور دلالت میکنه میگه یعنی اثر ایزی آدم ها ایزی هر یک چی و همون مسیر یعنی همون جای چی گذشته گفته همون ده دلالت میکنه و اثر السیر يدل على المسیر سماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج و بحار ذات امواج الا يدل على اللطيف الخبير این آسمان هایی که این قدر ستاره دارند این زمینی که چند قدر کوه و درخت و دریا دارد این بحری که چند قدر او درست مخلوقات ها هستند یا بر لطیف الخبیری که الله هست همو در دلالت نمیکنه گفته ایسا جواب داده یک چکن یک تای دیگه دلیل ها این دلیل موسی علیه السلام با فرعون گفتگیه فرعون پرسیده موسی را فمن ربکما یا موسی موسی قطعی هارون بود ای موسی گفت پروردگار شما چیست گفت تو همین بعد دیگه صورت آمدگی اینجا در کی گفته که همان عربو دا ما راستی ما حتی همون خیلی چیستم گفتگی یعنی تو همین درجه را نپسندی کردگی همان ربکما یا موسی پروردگار شما کیست گفت یعنی خیلی سازند قال موسی گفته که ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى پروردگار ما او ذاتی است که همه چیز آفریدگی بعد آفریدنش هدایت کردگی همین دلیل خاطی فرعون ابو الذی کفر یعنی ایستاد یعنی حیران شد جواب داده نتونست موسی بیت چی دید همه چیزهایی که مخلوقات های هستند که الله آفریده گفت این همین ذات الله رب پروردگار ما گفت دوم چیز اینا نگاه کنیم هدایت کرده هدایت مثلا یک حیوان ها رو بگیم حیوان ها مثلا بزاید تولد بکنه همین تولد شدن پس در رو چی میکنه بسینه وای همو وای چیز بزغاله میگن چیز حرکت میکنه میگه این هدایت الله تعالی نباشه و عقل نداره بچه حمایت کرده نمیتونه لیکن با پیستون مادرش حرکت میکنه پس میمکه این هدایت است
یکی از هدایتاش. دیگه هدایتاش الله تعالی بسیاره. یکی دیگه دلیلی که به وجود الله تعالی دلالت میکنه این قرآنه، کلام الله تعالی که در پیش ما هست. بخاطر که سخن به سخنگوینده ممکن نیست بگن. مثلا یک آواز آمد و یکی هیچ که او را که آواز نکدک بگن. یکون کس قبول نمیکنه. این لو یک کسی او را گفتگی یا آوازه. لأنه يستحيل كلام بلا متكلم وقول بلا قائل. همه مردم همه الله تعالی تحدی گفته او را پیروز کرده. الف لام میم، همین کتاب از الف لام میم که حرفی که ما میخونن ای همون تشکیل شده، همون عبارت است. گفته که الله تعالی و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اگر شما شبهه داشتین، شبهه داشتین، اگر شما آن چیزی که ما به بنده هم نازل کرده یعنی قرآن، در قرآن شبهه داشتین، فاتوا بسورة من مثله، همین گونه یک سوره بیارین. یک سوره الله تعالی یک سوره بیارین. بعد از اون ده آیت گفت، بعد از اون یک آیت گفت. یعنی هم خیلی یک آیت هم آورده نمیتونه. وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما راستگو باشین، شما اویی که شما در یاردن میتید، چه الهات هم باشه چه دیگه کس باشه، ای همون ها یاردن طلب کنین بیارین. یکون کس آورده نتونست. بخاطر که این عرب ها این همو دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم ده مایده کودکچه هاشم شعر میگفتن. روز شاعرای ما چندقدر مشقت میکشن با شعر میگن کن. در دور رسول الله صلی الله علیه و سلم این بسیار شعریت بسیار در مقام بلند بود. همون ها نتونستن یعنی آورده یک سوره آورده یک آیت هم آورده نتونستن. یکی از پیش دلیلاش قرآن ده، درون قرآن ده، همون قرآن مثلا اثبات میکنه معجزش همیه که یک تا معجزش همیه که 1400 1500 سال شده که یک تا حرف شمسی تغییر نیفته. این دلالت میکنه که باید با هستی الله تعالی اگر یگان کتاب یگان شاعری دیگه کس میشه که قدر مشهور نمیشه. دیگه او دلالت میکنه که الله تعالی خودش در قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن نازل کردیم، ما او را تا قیامت حفظش میکنیم. در قرآن چند معجزه آمدگی. یکمین معجزه الله تعالی میگه که فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کسی که الله تعالی بخواه برای هدایت کردن او را به اسلام اینش میکشه، یعنی راه راست هدایت میکنه. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. کسی که الله تعالی بخواه او را گمراه کردن یک قلبش تنگ میکنه. کأنما یصعد فی السماء. همین میگه روی انتظای و آسمان برآمدن میگیره، رنگ امو آدم میشوه. یعنی برای چی الله تعالی ایره گفت؟ بخاطر که چند سال پس اومدن که بخاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان چی نداشت که وای چی کنه تکنیک نداشت که برای چند سال پس او را فهمیدن که نه این انقدر آدم بالا برآمدن گیره و کیسلرود چی اکسیژن نمیرسه، بعد او حالش تنگ میشوه. ایره قرآن چند سال پیش گفتگی بود. کأنما یصعد الی السماء. دیمین معجزه این مابین بحرها یک پرده کشیدگی الله تعالی. الله تعالی میگوید که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. الله تعالی دریا و بحرها را پیش جاری کرده و همدیگری خطی و میخورن، یکی مابینشان یک پرده هسته.
همدیگریش aralashida namirovan. نگاه کنید. ایرا چند سال پس فهمیدن که حاضر چی؟ این موبایل به هر کو پرده است این. همون موبایل ده همون پرده او میگه ای ای بهرام چیش دیگه خیلی جنسیتش دیگه خیلی اوای. یعنی نفهمیدم. الله تعالی در قرآن چند تا توضیح داده. و تا دیگه یه کی مراکز الاحساس فی الجسم هی الجلد. یعنی ما یعنی درد فقط همین جلد من پوست ما حس میکنه. اساسا همین پوست ما حس میکنه. و اون ده الله تعالی میگه که ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. آنهایی که با آیاتهای ما کافر شدن، انکار کردن آیاتهای ما را، ما او را به دوزخ داخل میکنیم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هرگاه که پوستوی ویو پخته شوند، ما دیگر پوست ها را آورده میکنیم که لیذوقوا العذاب، عذاب را باید او بچشند. الله تعالی گفته است که برای عذاب چشیدن آنها پوستوشان علیس میکنیم گفته است. حتی بعضی حدیث ها در میاد که پوستوی کافر بسیار غوث میشوند. اینکه تختر پای کنند عذاب بچشند. نگاه کنیم یعنی فقط چی درد چیده بوده پوست بوده. یعنی دهریا گفتن که تو عصر نهم همین مورچه گفتن که مورچه ها خیلی جو نمیزنن گفت. بعد اومدن گفته که این مورچه هم جو میزده فهمیدن. لیکن الله تعالی پیش گفتگی بود که درباره سلیمان علیه السلام سوره نمل یعنی سوره مورچه نازل کرده. الله تعالی میگه که وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. برای سلیمان لشکرهاش از جن و از انسانها و از پرندگان و صف کشیدن، جمع شدن، صف کشیدن، ادو رفته سبیل. حتی و یک قشلق دیگه، یک وادی و نم یعنی مرچه ها آمدن. همه اومده ایسته بودن که پیش رسیدنشون یک مورچه گفت ای مورچه ها و خانهاتون بدرین و خاطری که سلیمان و لشکرش نفهمیده شما را نشکنه. اینجا دیتا معجزه یک شمالی بوده دیمش لا یحتمنکم. یکم معجزه حالت نملتو مورچه گفته سیگه زده زیرنگ اپاراتوی و چی برآمده همون گپای مورچه را چی میکنه خیلی آواز میبره گام میزنه. حتی پیش میگفتن که نه اشاره خطی او گام میزنه میگفتن. لیکن الله تعالی چی حالت نملتو یعنی مورچه گفته میگه دیگه این معجزه لا یحتمنکم نشکنه گفته که حتی گفته شکسته نمیگه. انانی ایرا بعد فهمیدن که این یعنی اعضای مورچه ای شیشه از جنس شیشه بوده. شیشه را بزنی میشکنه تو خیلی از جنس بای نبوده، خیلی نازک نبوده، ملایم نبوده، سخت بوده، میشکسته. یعنی همین درجه را این معجزه چیه. ابن قیم رحمه الله میگه که آدم ها الله تعالی را شناختن در هر خیل هستند. بعضی آدم ها کرم الله با کرمش میشناسن، بعضی آدم ها با الله با قهرش میشناسن، بعضی آدم ها الله با عزتش میشناسن. لیکن اون کسی که الله با قرآن میشناسه این همه صفات های الله به خاطر که در قرآن ذکر شده است این بهترین کس است. یعنی الله رو یعنی منبع را سرچشمه و ایجاش گرفته. یعنی او به خاطر که
او میگن که یک گپ است که سه نابینا را آدمی کوره یعنی هندوستان رای کردن او رای کردن بو خلاصه خیلی سیر کردن و بعد آمده رخشانده و مردم پرسیدن که یه قصه نمیدونم شاید واقعیت دیگه یعنی که معناش درسته یعنی گفته که یکم نابینا داره گفته که ما فیل خطیدیم هیچ چی کردیم دیدیم بعد گفته که هو فیل خطیدیم فیل چه بوده گفته نابینا که فیل دیدن نمیتونه فقط میخواه بعد گفته که فیل یک چیزی هاوس بوده بعد دیگه چه پرسیده که شما هم فیل چی کردیم خطیدیم فیل خطیدیم فیل ملایم بوده این گفته شما چی فیل یک چی کشود بوده او یکمش او فیل خودش قبیلگی بوده هاوس دیمش فیل و خرطوم قبیلگی ده ملایم این او فیل بلوشتش نشستگی بوده یک کلون خیلی یعنی آدم ها در شناخت یک چیز اگر با چشم خودش یعنی از حقیقت میگم که و قرآن مو سنت مو الله اگر نشناسیم مانند یعنی کارا میکنیم این کتاب های کلامی کتاب های منطقی که اگر او خطیم الله تعالی را اگر بخواهیم بشناسیم نیست ولی رنگی مانند یعنی کارا میکنیم الله تعالی توفیق بده همه مانده یکی از دلیل های بزرگ به وجود الله تعالی این فطرت سالم است معنای فطرت سالم یعنی انسان و الله تعالی همه خیلی آفریده است که حق را قبول میکند اگر مانع ها نباشد شیطان ها هم نباشد جنی هایی که میتونه وسوسه میکنه او نباشد او آدم هایی که آدم ها را وسوسه میکنه او نباشد این فطرت سالم در میمانه آدم یعنی در اصل آدم موحده مسلمان است فطرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کل مولود یولد علی الفطره هر یک زایده شده او بر فطرت تولد میشه یعنی مسلمان تولد میشه بعد از آن پدراشون مادرشون او یا یهودی میکنه یا نصرانی یا مجوسی میکنه لیکن او را مسلمان میکنه نگفت بخاطر که او خودش مسلمان شده تولد میشه یعنی حق را قبول میکنه الله تعالی گفته که در حدیث قدسی من بندگانم را حنفه یعنی حنفه گفته در فطرت آفریدم یعنی مشرک نه کافر نه در فطرت آفریدم بعد از آن شیطان ها آمدن او را از دینشان گرداندن و آن چیزهایی که من آنها را حلال کردم شیطان ها حرام کردن و آنها فرمان دادن که به ما شرک کنند یعنی به الله تعالی شیطان ها شیطان یکم این کارش حرکت میکنه که تو مشرک شوی تو کافر شوی بعد بدعت خودم حرکت میکنه بعد اوسه چیز یکم اما رایش میقبه ای کلام میشه بخاطر مقصد شیطان همه یکی از دلیل ها یعنی الله تعالی یک قصه یعنی اکرمت ابن ابی جهل شعر ابی جهل وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد همون روز او گریختک رفتک کشتی در شیش اگه گریختک رفتش تبتی کشتی در دیگه کسا هم بودن بعد شمال سخت شد کشتی را خیلی چی گردان بعد گفته که اما صاحب کشتی دیگه کسا گفتن که اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هنا شيئا گفت شما اخلاص کنه یعنی خالص او ذاتی که در آسمان است همه را خالص دعا کنه دیگه آلیهاتان شما در یاردم داده نمیتونه حاضر بعد این اکرمه پسر ابو جهل اکرمه گفته که اگر گفت حاضر این آلیهای ما حاضر نجات داده نتونن در خشکی هم ما برام نجات داده نمیتونن
و الله تعالی در قسم خود اگر تو مرا گفت ای همین نجات بتیدو من میرم دست رسول الله محمد میفتم و مسلمان میشم دو در حقیقت هم مشرک اومده مسلمان میشود. یعنی برای اساسا اول برای وجود الله تعالی دلیل در کار نیست. یک شیخ شاگرد بهش میگه استاد ما پرسیدم میگه بسیار میگفت میگه همین چیزا یعنی درباره الله تعالی كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. خیل دلیل طلب میکنیم برای الله تعالی و حالا اینکه الله دلیل برای همه چیز. و بسیار میگفته که شعر میگفت شعر معناش که خیل در ذهن طوری میشود که اگر همین روز دلیل در کار است مثلا روز باشه این برای روز بودن دلیل بیار بگو خودش روشنی خودش چی روز هموش دلیل هستش و دلیل آوردن نمیتونیم برای عجبا كيف يقصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء نجد لله آية تدل على أنه الواحد. در همه چیز برای الله تعالی آیت یعنی معجزه میاریم و معجزه دولت میکنه که بیاگانگیش. یک شیخ عبدالمجید زندانی کتاب توحید داره یک موضوعش مخلوقات الله تعالی مرآة لقدرته و عظمته میگه. مخلوقات های الله تعالی برای قدرتش یعنی برای عظمتش دلیل است میگه آینه میگه. یعنی مخلوق الله تعالی را بینید قدرت الله تعالی را موجود میبینید. در آخر فایده میگیریم. یکمین فایده این است که مخلوقات ها برای وجود الله تعالی دلیل است. ما در مخلوقات ها یعنی قدرت الله تعالی را میبینیم. مثلا کی که بینه در خودش میپره دیگه جو میروه. اگر انسان همه قدر بپره میبره. بخاطری که او را الله تعالی دیگه خیلی فایده که انسان دیگه خیلی فایده ده. دومین فایده این یکم مخلوقات ها بود. یک چیزی هستی که مخلوق نیستی بر وجود الله تعالی دلالت میکنه. چه؟ خیلی گفته گذاشتیم. یک چیزی هستی که مخلوق نیستی او. میتونی بر وجود الله تعالی دلالت میکنه. این کلام الله تعالی است. یعنی قرآن مخلوق نیست. همین دلالت میکنه بر وجود الله تعالی. خیلی یعنی ما گفتیم که یگان سخن به وجود سخنگوینده به وجود نیست. این همینه. اون سخنهای الله تعالی دلالت میکنه که چی الله تعالی جب زده سخن کرده بعد سخن شده برای ما اومد نازل کرده برای ما. اینم بر وجود الله. قرآن یعنی بر وجود بر هستی الله تعالی خودش دلالت میکنه اومد. بخاطر کلام الله تعالی است. یگان کلام به وای متکلم وجود نداره. آخر الله تعالی دعا میکنه که ما را راه راست هدایت بکنه. فرزندهای ما را هم به راه راست هدایت بکنه. توفیق بده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.